Hey guys, what's up? امروزم شعر میخونم برات. Here we go. دالانی تهی طولانی است با درس‌هایی که در تاریکی معلق می‌دارد. انزوا تیمارستانی از لامپ‌های سفید را زخمی کرد و هنوز زبانی لذیذ در میان بود. گرما اگر خداست، ولی تو نمیدانی تمامی سیب را که در احاطه‌اش شده ای. محیط سیب‌های دوقلو درست چسبیده روی سینه، زیر گردن، زیر بغل و عزیزم پستانهات گمراه شدند. چگونه میخواهی آسمانی دست رو پا کنی؟ میگویند سالکان دنیاهای بی انتهایی میسازند از یقینهای پیچیده. عزیزم من یک مردم یا احساسی از تجربه ادراک؟ میدانی که از پس قناعت بر نیامدن همانا و طعمه حقیقت شدگی همانا. من یک روانیم، عاشق تنهاییم و پلنگی سوا بر آب و آتش و عمر طولانی درخت را کشیدن. فخامت به طول ضخامت و آگاهی انسانی داریم و آنقدر نمیشویم تا در زیستی مولکولی غشای سلولهای بی‌عاطفه را تهی کنیم. ما باد را در غشای سلولهامان نگهداری میکنیم تا روزی که بترکیم در این معلقه تنگ. وجود سالک از وجود می‌گریزد، ناشناخته‌ای در عقاب که اوج بگیرد تا سرشار شویم در سراسرهامان. تو در فکر منی، از هر وقتی به من نزدیکتری. جمجمه‌ام را تقدیمت کردم. مغزی که بیمارش کردی به صورتی خیلی غیر طبیعی از بین رفت. عزیزم کاش می توانستم آدم را بین ظروف پنهان کنم تا تنها وسواس شکستنش بود. عزیزم مطمئنم کاشف آشپزخانه ترسوست. متاسفانه ما ظروف را دست کم گرفتیم. فقط کانابیس آسودگی است. متاسفانه ما کانابیس را ترک کردیم. در حال روز بارانهای منقطع تنها گذاشتیمش در خاک بمانیم. دوست من رنگ ها چرا ایستادن؟ چرا انقلاب های پر امید گل ها فروغی ندارد؟ چرا زندگی نفس کشیدن را می افزاید به تنها یک زندگی؟ زندگی هم مثل ماست. خاطره به زمانهایی میرسد که فقط کاستن را میدانستیم و زندگی هزاران سال از خودش پیشی گرفت. با این حساب ما مرده های سحرآمیزیم. تنها چیزی که میشنوم صدای پرنده کوچکی است که هزاران سال خوشحال بود و هیچ وقت به سر کار نمیرفت. در خانه‌های خانواده من زندگی نمی‌کرد. پرنده با آوازش میپاشید و میپرید روی رنگ برگ‌ها. حداقل پرنده میتوانست کف جنگل را ادراک کند. فرش بارزترین دروغ دنیوی است با آن گرانیش که کف جنگل را خاموش میکند. فرش روح ما را جذب کرده و مجذوب همیشگی ما روی افق پهلو میگیرد. اصطلاحاً میافتیم روی فرش تا نیاز به مردن روی فرش را ایجاد کنیم. آیا تجربه نوعی نصیحت خداوندی است یا معیشتی است بی مشیت؟ کرامت دیگر چه نوع حماقتی است و در این میانه چه میکند؟ کرامتت باعث رشد پستانهات شد تا معجزه ها به لبها بیامیزند.
افسوسم که چرا زمین را برگزیدی، چرا خلاقیت زیبایی تو با ظروفمان در آمیخت، چرا اجازه دادی دستکش‌های ظرفشویی رستگارت کنند. با آن همه کرامت دیگر به آشپزخانه نیازی نبود. رفته ای در فکر من و از فکر من عبور کردی تا زمانی که به ظرف‌ها دست زدم و جذبت کردند. میخواهم از تمام ظرف‌ها انتقام بگیرم. از تک تک ظرف‌ها باز میسازم. سرودنت جانفشانی را نشان میدهد، شبیه مردی که دستهایش او را میسازند. عدد آفرید، عدد خدا آفرید و عدد مرگ را برای تکلیف گذاشت تا شاید روزی زندگی خانم‌های خانه‌دار را به ریاضیات گره بزند. اما عدد از پس ظروف بر نمی آید و مادر عزیزم، به من بگو که میدانستی که مادر بودن اساساً برای وحشتناک با مادر نبودن آشفتگی و نگرانی انسانی است. عزیزم، پرواز کردن کرامتت و کرامت با پرواز آمیختت دلیل افتادن یک برگ را در باد نگه نمی دارد. نوک انگشتان دست‌ها احساسات غیر انسانیت را فاش می کند، گرچه پستانهای عجیب و غریبت گنگ است. عزیزم، احساساتت شبیه اخلاقیات درختی کند و خوشمنظره بی معناست. جنونی محافظ وارستگی است، وگرنه اشیا استعمار پساصنعتی تولید می کند. اگر بپذیریم نقاشی ساختمان سوپرماتیزم باشد، پس من کاظم مالکشم، کنایه از کاظمیر مالویچ. مرگی انهدامی که منافذ پوست گشاییدند، مرگی منهدم شونده زیر پوست، مردی است که مرگی در درونش قرار گرفت. شادی نباید در گلها عصر مدرنیته را بروز میداد. مجبور نباشیم شادی گلها از مغازه ها و معشوقه هامون مشتری عضلات بشوند در این اوضاع. لعنت به کارهایی که نمی کنیم. و چه کارها که نمی کنیم تا در خیابان ناگهانی ماشین ها در مقعدمان فرو نروند. مردی با دستان خودش مقعدش را به وجود آورد. سلوک جلوی پاره شدن را نمی گیرد. مادر عزیزم، دور از چشمانت گناهان بسیاری می کنم تا شاید تو را اسکارم نمایی. مادر، مرا به پرستشت شفا بده. دعاهای تو پوشیده است ولی برهوتی مثل گناهانم ترکم نمی کند. تنها ظرف‌های آلوده مرا میفهمند. و مادر، تو با آن اسکاج ملکوتیت عذابم بده. مرا در شعله‌های گاز شهری تطهیر کن. مادر، تو با آن اسکاج ملکوتیت عذابم بده. مرا در شعله‌های گاز شهری تطهیر کن. دردهایم برمیخیزند عزیزم، دردهایم برمیخیزند هر بار که برمیخیزند. تو معشوقه‌ام نیستی، عددی هستی در جمعیتی از میدانهای عمومی، از معبدی راستین. وقتی از کار روزانه فارغ سوار بر خیالت تا خانه می روی، در خیالت از بزرگ راه گذشته ای، اما سوار بر اتومبیل بودی و تنها راننده می دانست واقعیت کجاست. کسی که اتومبیل دارد پیامبری راننده است. شب تولدم شب تورات بود و کسی نمی دانست. از تورات بیرون شدم به هستی. وجودی یافتم که دستانم آغشته تورات بود و معشوقه‌ای که زیبایی را رحمی می کرد. او با ما بود ولی همیشه ترک می کردم و به خانمان. آیا خداوند بهترین رانندگان نیست؟ او از رگ گردن هم به ما بیشتر است، چرا که ما بسیارانیم و او تنهاست. ما عددهای 70 سال شونده ایم و او ریاضیدانهای بسیار. خداوند آنقدر متعالی است که نیازی ندارد کار کند. او حتی معده هم ندارد. مهمترین و بهترین کار مادرم است. مادرم زمانی مرشدم بود. یک بار فرمود: پسرم، معده وهمی بصری است. پس از آن الهام را شناساند.
و ادبیات قرن 19 فرانسه را. من تریاک را با بودلر آموختم، چرا همانها ما شده ایم. رحمت را به هر که میخواهی دنیویش کنی ببخش. خداوند نیافرید تا گناهان را بیافریند. مادری که عاشق جهنم باشد خداوند علاقش را میپوشاند و اوست که ما را میپوشاند و تیمار میکند در تیمارستانهای جبروت. مادرم مایه ژرفای من است و تو عزیزم تو هم مایه‌ای داری.